چالش 30 روزه گیلانه و غذاهاش. دومیش ننه قرمه است که هیچکی تا حالا اسمش هم نشنیده. خیلی این غذای قدیمی گیلان رو به اسم قیمه ماسوله میشناسن و امروز میخوام قدیمی ترین روش پخت این خورش رو بهتون یاد بدم. قدیما بعد از اینکه گوشت رو با پیاز و دارچین و فلفل و زردچوبه و 2 لیوان آب 2 ساعت میپختن، لپه ها رو هم جدا 1 ساعت میپختن و نرم که میشد میذاشتن کنار. از اون طرف پیاز خلالی رو با حرارت کم تفت میدادن و طلایی که میشد گوشت پخته شده رو ساتوری یا ریش ریش میکردن و به پیازها اضافهش میکردن. بعد لپه ها رو میریختن توش، فلفل و نمک و زردچوبه و 1 کم زعفرون میزدن و با آب گوشت 1 ساعت دیگه میذاشتن جا بیفته و فقط 10 دقیقه آخر پخت آب نارنج و زعفرون هم بهش میزدن و آخ دورچینش هم سیب زمینیه و کشمش تفت داده شده. به